خانموزه کمال خوجندی. حوزه میون آب دریا واقع گردیدن در اینجا آورده شده است. سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر و شادی باشد. این حال ما در خانموزه کمال خوجندی در شهر خوجند بوستانی هستیم. یک جای دیدن میکنیم و حلاوت میبریم برای شما مردم غریب تماشا کنیم. کلی خارجی ها ایرانی ها هستن و دیگر ناتسیا دیگر ملت ها هستن. یک جای میدرویم تماشا میکنیم، دیدن میکنیم در خوجند شهری ما چی نویگری و چی آبادی ها و چی پیشروی ها هست دیدن میکنیم. قلعه خوجند تشریف آورده. من راهبر عمومی علمی مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند. اسم من ابراهیم جان. مؤسسه دولتی ما از آثارخانه تاریخی ولایت سوخت، از باغ فرهنگی خراباتی به نام کمال خوجندی، خانه موزه کمال خوجندی، از قلعه کهندی است که در اونجا قرار داره، از اون عبارت است. خوجند است. قلعه خوجند اون مکانی است که انمی تپه قلعه 3000 ساله تاریخ دارد. اینا باستانشناسا نه جای قطعه ایرانی ها میریم دیدن میکنیم قلعه را. اما قلعه خوجند دوام از این طرفنده به عصرهای 5-6 پیش از میلاد تعلق دارند اون خاک‌ها. انا دوستان عزیز یک جای در اومدن دیدن میکنیم با همراهی خورزبانان خودمون با همراهی ایرانی ها. سلام. یک این دروازه تماشا کردن میگیریم. باز یک نفر در چه سالی بودن؟ 930 از کجا؟ اصلی زمانی کنونی سامانیان. باز یک نفر اولی از کجا؟ کجایی میفریاده سال 1887 در خوجند تولد شد. این کس هم مدرک، ریاضیدان، خریدکش، سیاه، این از 11 در آن است که در روی طرح آن زیاده از 1000 نام‌های جغرافی نوشته شدند و همچنین گرد محوری آن نام‌های حیوانات و پرندگان برج 12گانه آورده شده است. عمل اصول و جوزه سلام. این مال چه زمانی بوده؟ قرن 9. 1867 خواجه یوسف مصری‌ریاض اصلش این کپه نسخه این کره ارز از طرف تمام عالمان جهان پذیرفته شده. صاحب کتابات مجسمه 3 شاعران خوجند شهر، صدر خوجندی، ضیاءالدین خوجندی که در عصر 12 زندگی کردند، همچنین شاعر خوجندی که آخر عصر 17 و اول عصر 18 زندگی کردند.
همچنین سلطان عمر این کس اکادمی علم‌های تاجیکستان پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان بعد صدرالدین عینی می باشند. سلطان عمر صاحب فیزیک متماتیک بود. خب رسم نقاشی شیفت تالار معرفش سلطان احمد پایان‌تر از آن خوندن تاریخ و همچنین گچ‌کاری کارکرد بدیعی چوب در اینجا نشان داده شده. در این فصل زیادت 20 نمود چوب‌های رنگ‌زرد که رنگشان طبیعی میباشد نشانده شده. زیر شیشه‌ها کتاب‌های یکی از معارف پروران خلق تاجی سید تاجی خوجندی تاجی کتاب سخاف آورده شده است. این کس تمام کتاب‌های بخشیده درسی را در دیگر دولت‌ها رفتار چاپ کرده بوده اصول میانه را با کتاب تامین می‌کردند. من این درس‌ها اصلی خشتم من این اسباب سنگ‌فرمایی و جیم دوست دارم که باشد. شاه اسماعیل سامانی در این شیشه کتاب‌های دستخط کتاب دستخط کمال خوجندی همچنین عبدالحمید جورایی متماتیک در ریاضیدان. در اینجا هنرمندان مشهور صاحب کینا صنعت سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی برادر؟ شریف جان. خوش باشید. زنده باشید. زنده باشید. که به عصرهای 13 14 15 دولت‌های اشکانیان خرخانیان تعلق دارند، امارت بخارا روسی پادشاهی تعلق دارند آورده شدند. آن یادگاری‌های تاریخی که در حوزه میانه آب دریا واقع گردیدند در اینجا آورده شده است. حدود شهر خوجند در عصرهای پیشینه با دیوار احاطه گردیده بود و این شهر خوجند میباشد. در آن موقع قلعه خوجند باز علاوه با دیوار گرفته شده است. همچنین خریده آن ناحیه‌هایی که از آن راه بزرگ ابریشم
میگذشت. کارگاه راه بزرگ ابریشمی میگذشت. دریای سیردریا که میوه‌ها در اینجا نشان داده شده. سلوکیات بعد از مرگ اسکندر، سلوکیات که حالا بر خودشون حکمرانی ایجاد کردن، سلوکی باختری حدود 250 قبل از میلاد در بلخ، در مرکز ارزش بلخ بود. حکومت مستقل ایجاد کرد و بعد تقریبا یه مدت کوتاهی، خیلی طولانی نشد، آندراگوراس تأسیس کرد سلسله و بعد اشکانیان اشک اول آندراگوراس رو برکنار کرد و دولت پارتی در واقع از همین منشأ سلوکی باختری اول رو بعد از خراسان بزرگ دوباره شکل گرفت. بنابراین این قلعه مال سلوکی باختریاست، مال حدود 250 پیش از میلاد. بعد از اسکندر. اسکندر 300 پیش از میلاد. سلوکی‌ها رو توضیح دادم. تشکر خیلی. مرتب‌ترین ساخت عناوین صنعت نقاشی و حساب می‌رود. سلام. این تالار به نمود صنعت خنده‌کاری روی چوب آفریده شده است و در دیوارها نقطه هدف مصورها که از خواند اتاق‌های تاریخی جایگزین میباشند آورده شده است و همچنین زیبایی شیشه هنرهای ملی تقلیدی تاجیکستان از طریق زرگری، توپ دوزی، مسگری آورده شده است. عصر 1920 این موسیقی آورده شده است. که جایی اهل هنر میگیم که صنعتکارا که اینجا از طریق شیپور، کچپرنای، کرنای، اسلوتو، بودو کرنای من این کرنای این کرنای این کچپرنای سازهای ذهنی، سازهای دمی، نایی، این هم سازهای مختلف. تریده را دیده ما چون تریده از سال 1992 که تاجیکان استقلالیت را به دست می‌آورند آغاز می‌گردد جنگ شهروندی که در تاجیکان برپا می‌گردد. همچنین رفت جوانسیه که باری اول پرزیدنت کشور در اینجا انتخاب می‌گردد. ارباب بله این طرف باشد دستاوردهای جمهوری تاجیکستان با اشاره معین ملتش در اینجا نشان داده شده. همچنین اثرهای پرزیدنت کشور در زیر شیشه ها آورده شده است.
با 3D عجیب کدگه عجیب با فکر نکنید سمرقند بخارا یا ایران نه و تاجیکستان خوجان شهر خوجان شهر اینا چای خان قلعه خوجان نه جای داماده دیدن میتونیم شیخونه قلعه خوجان ده موزی با همراه فارس زبانو یعنی ایرانی ها رفته ایستاده این کی میگه که همجا که جاه دیدید این کفتره که بینه اینجا ده این چه کرده گه که میداره تریزا با چی دارن؟ پشت در داره تریزا برای خیره تریزا اینو در عصر 15 پیدا می شود و در عصر 16 به اوج بالایش می رسد. برای آنکه هنرمند کندل را آماده سازد 7 مرحله را می گذرد و گجابه می کشد، می کند، گجابه آماده می کند. برای این خیلی خطهای برجسته پیدا می شود. اینها جدید است؟ اینها جدید است البته. کندل کاری. کندل به چه معنا؟ کنده کاری نیست؟ کنده کاریه؟ یک نماد نقاشی است. کندل یعنی چه؟ کندل یعنی چیه؟ تصویر روی بوم پرواز بوم نقاشی ولی اصلش مال حاشیه کتاب‌ها طراحکاری تصویر میشه. کندل حال اینجا ده؟ جدیدش اینجا. آماده میبینیم بله البته شما نبودید اینو رفته بودن اونجا. خب من بعد از اینجا میریم. البته. ما غیر از استاد زمانی اینجا نمونه هنرهای مسگری است. مسگری خلق تاجیک تاریخ خیلی هم طولانی دارد. در اینجا برنج یا مس؟ میس هستند. میس متعلق به قرن 19 میلادی است. تاریخ 200 ساله دارد. این در روی ظرف ها ببینید نقش و نگارهای تصویر شدن، نقش های اسلامی، هندسی و همزمان از سنگ های قیمت‌بها آرایش یافتند که اینها از جانب هنرمندان تاجیک حکاکی شدند. این در قسمت مرکزی یکی از سامانه‌های خیلی هم بزرگ حجم و نمایش گذاشته شده است. در اینجا نیز نقش‌های نباتی، هندسی، اسلامی بسیار هم با یک صنعت بلند روی میز حکاکی شدند و در قسمت بالایی و مرکزی آن از سنگ‌ها استفاده از نمونه‌های سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان آرایش یافتند که این از رشد هنر میسگری در این دوران گواهی می‌دهد. در اینجا نیز نمونه‌های هنر میسگری است. این ما میگیم آفتابه و دستشو. آفتاب دستشو. فهمیدی آفتاب لگن. این نوع نقش و نگارهای گوناگون دارد و این دسته آن به شکل اژدها ساخته شده است. بله. این در این قسمت سازهای موسیقی، آلات اساس موسیقی، این یکی از نمونه‌های دوتار است که بدید از 3 قسمت عبارت است. 3 کنجه است. و از قسمت پایان آن شوی مخصوص دارد. اون رو می‌ذارم و
از سه طرف نواخته میشه. بله بله. با یک نوازنده. یک جای حضور داریم که سه طرف در داره. همینطوری که باشه یک در، دو در، سه در. کامی یا دروش دیگه تعطیل دارم. یا چشم رو بیتن تماشا کنیم چیه پر ایره بینی. دیدیم برادر. ما دیگری درش نمیدونیم. یا راه. ما دیگری درش نمیدونیم. ایره بینی. خب. اینا. خانه موزه کمال خوجندی. خب. اینا. سلام علیکم. بیا میگیرین چی بنه؟ سلام علیکم. زنده باشید. زنده باشید. انا این خونش زمانوی. انا بینی. خب اینجا دیگه جام نورا. دیگه تاش. اینا خیلی خونه به محکم ده قلف. خب اینا. دیگه مرو دارم. فرنگ و ما هم همین. بیا با همین چوب چهارمغز است. چهارمغز چی میگم به چهارمغز گردو. چوب گردو رو میگن چهارمغز. چهارمغز داخلش چی میگن؟ یعنی فارسی قدی بگم تاجیکی قدی 4 تا مغز 4 مغز. یه سری اصطلاحات ساده ولی برای ما ناآشناست توضیح داده. چه 20 مقاله. این چوب چهارمغز یک ویژگی خاصی خود را دارد، چون که در ترکیب اون چوب روغنی هست. وقتی که رنگ چوب در داخل رنگ گذاشته میشد، رنگ را همون چوب نمیکشد به ترکیب خوب و بالای متا وقتی گذاشته میشد به کلگی تمام نقش و نگار روی متا نصب کرد میشد. بله و اون خاطر مخصوص این قالب ها از چوب چهارمغز ساخته میشد. مهر پچت. بله مهر میگیم پچت میگیم بو. بله قالب قالب میگیم. یادمون نمیمونه الان اصطلاح چیتگر. چیتگر. بریم باز زمان دست ردیم ها. ماینا همون مینا. مینا دیگه چیه؟ راست میگی. این ماینا. چی ما میگیم؟ ماینا. مرغ عشق و این طور چیزا میگیم. ماینا. کسی از من پرسیدن نه که نیش گفتم من اینجا نه هست. نه. ولی تندور تور روبو. این دو تور. این هم دو تور. این تنبور دو تور. علی تا به قیامت. خواستم که در روزی بعد نشوه. تلت کوتاه‌تر خوجندی بوستانی، کمال خوجندی، اینا سرخانه، موزه، اینا که دیدیم تماشا کردیم و من خیلی خرسندم ایست کردم که خود فورزابانو اومده یک جایی دیدن میکنن وطنی ما رو. ما شکر میگیم که این ما رو دیدن شناختن گفتن آه خیلی شکر همیشه هم شکر کردن نکن. خب اینا زنده و سربلند باشید. خداوند یار و مددگاری همه ما و شما.